این اولین برنامه کنسرتی انسامبلی خلقی نسیمی язғулом بعد از تشکیل دوباره‌اش است. آنها فعالیت نوی گروه خود را با پیشنهاد برنامه با شکوه کنسرتی از قلب کشور شهر دوشنبه آغاز نمودند. باید گفت که این گروه سالهای اولی صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تأسیس یافته از جمله انسامبل‌های آوازه‌دار کشور بود، ولی با سبب‌های گوناگون این انسامبل از فعالیت باز ماند. همینک با دستگیری و غمخوری‌های پیوسته رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان این انسامبل از نو زنده شد و صدا و نوای نسیمی язғулом دوباره به گوش می‌رسد. انسامبل خلقی نسیمی язғулом 14 نفر هنرمندان در بر می‌گیرد. بیشتری همین هنرمندان هم کسب مطربی دارند و هم کسب سرایندگی دارند و امروز با شرافت دستگیری همه جانبه سرور دولت همین انسامبل خلقی نسیمی язғулом امکانیت پیدا کرد که رشد و نمو کند و بیشتر جوانانی که آنها قابلیت و قدرت صنعتکاری داشتند ولی با سبب‌های گوناگون پراکنده بودند، امروز جمع آمدند و باز انسامبل خلقی نسیمی язғулом تأسیس یافت. اولین برنامه کنسرتی نسیمی язғулом بعد از فعالیت دوباره بسا جالب و دیدنی پیشنهاد شد. در واقع ملت تاجیک از ازل فرهنگیست و تاجیکان در گذشته صاحب هنر و مهارت بلند و صاحب استعداد بودند. همین است که در هر گوشه تاجیکستان از صنعت و فرهنگ میتوان نشانه پیدا کرد. مردم صاحب هنری язғулом از این حساب استثنا نیستند و به فرهنگ و ارزش‌های ملی تاجیکستانی صاحب استقلال ارج می‌گذارند. برنامه کنسرتی هنرمندان نسیمی язғулом از 20 نمره تماشاباب عبارت بود. صنعتکاران این گوشه دوردست کشور با مهارت بلند در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشارиф ҷӯраев نزد اهل تالار برآمد کردند. باید گفت که سفرهای هنری این انسامبل ادامه یافته، نسیمی язғулом در دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری نیز برنامه‌های رنگین کنسرتی پیشنهاد خواهد کرد.